الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به ما سوال آمده است که در یکی از شهرهای روسیه یک جوانی که فارغ التحصیل از ایران از نزد رافضه ها شده است به مردم فتواهای ضد و نقیض می دهد و حتی در باب عقیده و در باب فقه و در همه مسائل به جانب رافضه گرویده است و بالاخره در مسئله وقتی کشادن روزداری هم به اهل سنت و جماعت اختلاف نموده به همون جوانهایی که در اون شهر زندگی و فعالیت میکنند فتوا داده است که روزه را باید یعنی وقتی که شب کاملا می درآید همه جا شب و تاریک می شود بعد کشاده می شود تا اون وقت روزه را کشادن گویا باطل است. اولا مقدمتا می گویم که کسانی که از اهل توحید هستند و از اهل سنت و جماعت هستند یک بار می فهمند که هر کسی که در نزد رافضه تعلیم گرفته است و رافضه ها را تکفیر نمی کند و مشرک و کافرشون نمی داند و از رافضه ها براءت نکرده است این گمراه است، کسی نباشد. اما انسان های هستند که خودشون در توحید ضعیف هستند، حالا کفر و شرک و این شکننده های اسلام را از ایمان و توحید جدا کرده نمی توانند. در نزد اینها شرک و کفر یک چیز عادی هست و این بیچاره های گمراه به همچنین یک انسان های جاهلی گمراه مشرک پیروی میکنند. ما میگوییم که این جوانی که در ایران تعلیم گرفته است و حالا همونها را خوب میداند و جانبداری میکند این مشرک است، این کافر است، این مرتد است. اگر پیش از این از پدر مسلمان تولد شده باشد مرتد است و اصلا نباید سخن این چنین خوبسا قبول کرده شود. اصلا نباید طالب علمی که ایران رفته خوانده آمده است و عقیده اهل سنت را قبول ندارد، مخالفش است، درباره صحابگان شک و شکوک دارد، رافضه ها را مشرک نمیگوید. بهترین باشد این جوان بگوید که من رافضه نیستم، من اهل سنت و جماعت هستم بگوید، اما رافضه ها را تکفیر نمی کنم گوید، این گمراه است، این مشرک است. نباید از این چنین انسان ها شما دین بگیرید، نباید مسئله را از این چنین انسان ها بیاموزید. این برای منفعت خود شما در دنیا و آخرت است، زیرا که شما سوال میکنید به شما جواب میدهد، جوابش مخالف قرآن و سنت است، بالاخره گمراه میشوید. و بالخصوص در باب عقیده هر وقت دیدید که کسی درباره صحابه چیزی میگوید، درباره معاویه رضی الله عنه چیزی میگوید و با همین دروازه میخواد که داخل بشود، دانید که این گمراه است. اگر خواهید که در این دنیا و آخرت خار و ذلیل و روحسیا مثل رافضه ها نباشد، خواهید که به دروازه شرک به همه دروازه های شرک به شرک واقع نشوید و مشرک و کافر نشوید، از این چنین گمراهان دور بشوید. از همین جهت است که ابن سیرین روایت میکنند و میگویند و این چنین ضحاک میگویند، امام مسلم در صحیح مسلم در اولش گفتند که در مقدمه العلم دین، علم گرفتن، مسئله آموختن، یک چیز رو گوش کردن دین است. فانظروا من اين تأخذون دینکم، بنگرید که دینتون رو از کجا میگیرید. از هر کسی که سوال میکنید فهمید که دینتون رو از همون میگیرید، نشود که دینتون رو از رافضه بگیرید. به اجماع همه امت رافضه ها رفض الاسلام، اسلام رو رفض کردند و ترک کردند و کفارند و به این شک ندارد بجز کسی که گمراه است و بجز کسی که الله دیرش را کور کرده است. اما بیاید به مسئله میگذاریم کدام وقت روزه دهان بسته می شود در روزه داری؟ وقتی میقات میگن. میقات یعنی وقتی دهان بندی و وقتی دهان کشویی. معروف است که الله سبحانه و تعالی خودش در این مسئله سخن کرده است. بارک الله فیکم، سوره بقره و 187 رو ببینید. الله وقتی دهان بستن و دهان کشودن رو میگوید.
پیش از فرض شدن روزه دهان بستن و دهان گشودن، البته خصوصا بستن وقت دهان، از امروزه شریعتی که الله سبحانه و تعالی به ما کامل کرده است فرق داشت، خصوصا به امتهای گذشته و در اول اسلام پیش از خواب رفتن شبانه دهان رو بسته خواب میکردن. اما بالاخره الله سبحانه و تعالی به امت پیامبر صلی الله علیه و سلم رحم کرد و گفت در سوره بقره آیه 187: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. یعنی بخورید و بنوشید تا زمانی که رشته سفید را از رشته سیاه جدا کرده میتوانید. رشته سفید و رشته سیاه به معنای این نیست که در دستتون یک رشته باشد که یکش سفید یکش سیاه از همدیگر فرق کرده توانید. رشته سفیدی از طرف شرق وقتی که آفتاب شروع میکند به شروق کردن به برآمدن، در اول یک رخت سفید در اولی همون آسمان به وجود می آید. وقتی که همین رخت سفید رو دیدید در پگاهی در شرق در حالتی برآمدن آفتاب، دانید که وقتی دهان بندی شما شد. بله، کسی که مسلمان است از این چیز آگاه است که فجر، وقتی که به نماز فجر میخیزید میبینید که از همون مکانی که آفتاب میبراید اول یک مثل رخت کمی سفیدی میشود، اما باقی مونده همه جا تاریکی، بالای این سفیدی تاریکی. انا همون وقتی بستنی دهان است. این رو میگن فجر الصادق، فجر صادق، کاذب نه صادق. ما دو فجر داریم، فجر کاذب در اول و فجر صادق در آخر. الله سبحانه و تعالی میگه تا همین وقت بخورید، وقتی که فجر صادق رو دیدید حتما شما دهان رو ببندید. ثم اتموا الصيام الى الليل، و بعد از این که فجر صادق رو دیدید روزه رو کامل بکنید، نگه بدارید، روزه داری بکنید الى الليل، تا نماز، تا بگیم تا شب، تا بسوی شب. الله نگفت که حتی اللیل 100% کامل شدن شب، نه، بلکه گفت الى الليل، تا در آمدن اولی وقتی شب. البته این لغت ها و این منهج اهل سنت رو فقط طالب علم اهل سنت و علمای اهل سنت میدانند. رافضه ای که در نزد رافضه خونده است چی میداند؟ از منهج بی خبر است. این خوبسو قرآن رو انکار میکنند. بالاخره الله میگه فاتیموا الصیام الی اللیل، روزه رو کامل نگه بدارید، روزه داری بکنید تا در آمدنی، تا اولی وقت شب. الی این غایت است که اولش رو در بر میگیرد. الی یعنی تا بسوی شب، وقتی که شب اولی وقتش در آمد شما چی میکنید؟ بارک الله فیکم، روزه رو میکشوید. این آیت آشکار و واضح به ما دلالت میکند که اولین وقتی که غروب میکند آفتاب و آفتاب از چشم شما پناه میشود و به پایان میدرد، بگویم غرب از طرف بگویم شرق شب میاد و از طرف غرب آفتاب میشیند و روز تمام میشود، همون وقت اولین وقتی در آمدن نماز مغرب است و اولین وقتی کشودن دهان است. اولین وقتی کشودن دهان کدام وقت است؟ پس معلوم میشد که اولین وقتی در آمدن نماز مغرب است. اما صوفی های قبوری، رافضه ها و بعضی از مبتدعین ببینید پیش از در آمدن ماه رمضان نمازشون رو در اولی وقتی مغرب میخونند، اما بعد از یا اذانشون رو بگیم، اذانشون رو در اولی وقتی نماز مغرب ندا میکنند، اما بعد از داخل شدن ماه رمضان میگویند که ما باید احتیاط بکنیم، بناگاه که روزمون رو به نقص و کمبودی گرفتار نکنیم، روزه بگیم اذان رو بعد از 15-20 دقیقه، حتی بعد از نیم ساعت داخل شدن نماز مغرب ندا میکنیم تا که مردم روزه رو کاملا دارند و شب کامل شود، ستاره دیده شود و این آن میگن. این همه باطل است و این بدعت است، زیرا که پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیثی که امام بخاری روایت میکند از عمر ابن الخطاب رضی الله عنه روایت شده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم. اگر شب از این طرف بیاید، شب از کجا می آید؟ شب از طرف شرق می آید. وقتی که آفتاب از طرف شرق می برد و آهسته به طرف غرب می رود، ببینید طرف غرب آخرین وقتی رفتن شب می شود.
رفتن روز می شود. از همین جهت وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی نماز مغرب رو و وقتی بگویم کشودن روزداری رو بیان کردن، گفتن وقتی که از طرف شرق شب آمد و وقتی که از طرف غرب دیدید که آفتاب فرو رفت، ببینید که وقتی کشودنی افطار شد، یعنی وقتی کشودنی روزه شد. بارک الله فیکم. این یک مسئله واضح هست، عادی است. پیامبر صلی الله علیه و سلم به صحابگانشون آشکار واضح عادی فهمانیدن که وقتی که آفتاب شیست، آفتاب نشست، نابود شد، در اولی وقتش همون یک باره شما روزه رو میکشید. حتی حادثه شد پیامبر صلی الله علیه و سلم در سفر بودند، چخیلی که به این حدیث صحیح دلالت میکند، از حدیث عبدالله ابن ابی اوفا قال سرنا مع رسول الله صلی الله علیه و سلم و هو صائم فلما غربت الشمس قال، با همراهی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم سفر کردیم زمانی که ببینید پیامبر صلی الله علیه و سلم روزه دار بودند. در سفر پیامبر صلی الله علیه و سلم روزه دار بودند. فلما غربت الشمس، زمانی که آفتاب نشست، در اولین وقتش آفتاب نشسته همه جا تاریک شد، نه، در اولی آفتاب نشستن همه جا تاریک نمی شود، کمی خیره شیره می شود. در اولی نشستن آفتاب رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند یا بلال انزل فجدح لنا، ای بلال نازل شو و یعنی روزکشایی رو شروع میکنیم. حضرت بلال به رسول الله گفتند که یا رسول الله لو امسیت، ای رسول الله صلی الله علیه و سلم آیا وقتی روزکشایی شد؟ پیامبر گفتند، یعنی بار دیگر تکرار کردن که نازل بشود، یعنی ندای اذان و روزکشایی باید شروع بشود. حضرت بلال باز به پیامبر صلی الله علیه و سلم خبر دادن که یا رسول الله ان علیک نهارا، ای رسول الله حالا روز است. یعنی روز به این معنی است که وقتی که آفتاب می نشیند، در اولی آفتاب به پررگی نشستن کمی خیره شیره است، انسان یک دیگریش رو دیده می تواند، یعنی بگویم تاریکی ظلماتی نیست، تاریکی ظلماتی یا ستاره برآمده نیست. در آسمان ستاره نمی بینید، آسمان روشنایی است. اولی وقتی مغرب این چی است؟ همین یک بار نشستنی وقتی آفتاب است تا وقتی سرخی آفتاب نابود شدن، سرخی آفتاب از آسمان نابود شدن. چخیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح میفرمایند، میگن که اولی وقتی مغرب این چی است؟ این بارک الله فیکم نشستن آفتاب است. آخری وقتش این رفتن سرخی از آسمان است. پیش از همه جا تاریکی و ظلمات شدن، آسمان یک کمی سرخ می ایستد، 5 دقیقه یا کمتر یا زیادتر. در اینجا همه جا تاریکی نیست، اما وقتی که سرخی رفت وقتی مغرب هم برآمد. این آخری وقتی مغرب است. چخیلی که حدیثی که امام مسلم روایت میکنند که حضرت جبرائیل علیه السلام به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمدند و نماز را در اولی وقتی مغرب خواندند. کدام وقت بود؟ وقتی که آفتاب نشست آمدند و نماز مغرب را خواندند. روز دوم حضرت جبرائیل به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمدند و نماز را در آخری وقت خواندند که وقتی سرخی آسمان بود. و بعد از این به پیامبر صلی الله علیه و سلم جبرائیل گفتند که وقت المغرب بین هذین، وقتی مغرب بین انمین دو وقت است. آفتاب وقتی که بگویم غروب کرد، آفتاب وقتی که نشست و از چشم انسان نابود شد، و تا همون زمانی که سرخی آسمان نابود می شود و به جای سرخی تاریکی و ستاره ها می آید. تا همون وقتی چی است؟ تا نابود شدن شفق احمر، سرخی احمر وقتی مغرب است. وقتی یعنی تقریبا نیم ساعت کمتر یا زودتر است. بالاخره اما روزکشایی کدام وقت می شود؟ در اولی وقتی داخل شوی نماز مغرب، یا که در مابین یا که در آخرش؟ در اولی وقتش پیامبر صلی الله علیه و سلم روزه را میکشودند و امتشان را امر کرده بودند که ای امتی من، در اولی وقت روزه را شما چی کنید؟ بکشایید. و این حدیثی متفق علیه است و لفظ از روایت امام بخاری است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند لا تزال امتی بخیر ما اخر السحور و عجل الفطور. امتی من بخیر است، امتی من در صلاح است، امتی من بهترین هست تا همان زمانی که در حالت پگاهی روزی خوراک سحری خوردن تا آخری وقتش بخورد و در حالت دهان کشودن بیگاهی در اولی وقتش دهان را بکشاید. این حدیث آشکار و واضح به ما خبر میدهد که دهان را شما، روزهتان را شما کدام وقت میکشوید؟
در اولی وقتی نماز مغرب وقتی که آفتاب غروب کرد شما یک بار دهان رو میکشید. انمین از سنت. اما زمانی که بگوید امت اسلام دهانشان را بر وقت پیش از سبحان الله فجر صادق محکم کنند احتیاط کرده، امروز این صوفی ها، این رافضه، این قبوری ها مردم را میگن که دهان را پیش از آمدن وقت احتیاطاً محکم کنید. پیش از آمدن وقت نیم ساعت پیش دهان خود را محکم میکنند در نصف شب و بعد از این نظر بکنید در حالت غروب شدن آفتاب دهان خود را نمیکشند، بالاخره میبرند در آخر وقت نماز مغرب یا سرشوی نماز عشا دهان خود را میکشند و این مخالفت به سنت رسول الله دارد و زمانی که امت به همین کار مشغول می شود امت البته که به مشکلی های زیاد دچار می شود، چگونه که امروز دیده شدیم. از همین جهت این حدیث های صحیح به من شما میفرماید که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند وقتی که آفتاب نشست ما روزه رو یک بار میکشیم. حتی بلال رضی الله عنه به پیامبر گفتند که یا رسول الله حالا روز میتوبد. بله در اول نشستن آفتاب همه جا یعنی بگویم بیگاهی است اما شبی تاریکی که همه یکدیگرش رو دیده نمیتواند اینجوری نیست. بیگاهی است. آفتاب نشست بیگاهی. از آفتاب نشستن تا شب شدن وقت وجود دارد و این انا از همین آفتاب نشستن تا وقتی آسمان سرخیش نابود شدن تا وقتی این چی است؟ وقتی مغرب است. اما وقتی که شدن دهان این اولی وقت است و این بود که الله سبحانه و تعالی آشکار و واضح در سوره بقره به من شما وقتی دهان بستن و وقتی دهان شدن را بیان کرد و در این مسئله پیامبر صلی الله علیه و سلم آشکار گفتند که شما دهانتون را ببندید در آخر وقت و دهانتون را کشید در اولی وقت، یعنی در اولی وقتی که آفتاب می نشیند. این روایت امام بخاری است. حدیث متفق علیه است و حدیثی که ما به شما گفتیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم در سفر بودند این حدیث هم حدیث صحیح متفق علیه است. بارک الله فیکم. پس این حدیث ها دلالت میکند که سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم این در اولی وقت دهان شدن است و به این امام نووی اجماع را نقل میکند. سبحان الله که فلما غربت الشمس امره النبي صلى الله عليه وسلم بالجدح ليفطروه فرع المخاطب آثار الضياء والحمرة التي بعد الغروب الشمس. یعنی وقتی که آفتاب پایان شد میگن امام نووی پیامبر صلی الله علیه و امر کردند که بلال را روزه را میکشیم از سبب اینکه حالا در آسمان کمی روشنایی و نور و کمی سرخی مونده بود حضرت بلال گمان کردند که حالا روز است. به پیامبر صلی الله علیه و خبر دادند. پیامبر صلی الله علیه و گفتند که روزه را میکشیم زیرا که آفتاب نشست و این به اجماع همه علما است میگن و این به اجماع همه علما هست که روزه بارک الله فیکم با نشستی آفتاب شده میشود. انا این است مذهبی اهل سنت و الجماعت. اما مذهبی اهل بدعت، مذهبی گمراهان، مذهبی دیگران البته که غلو کردن در کشودنی روزه است. ما میتوانیم در این مسئله نظر بکنیم چهار مذهب رو. هر چهار مذهب در وقت کشودنی دهان همه اتفاق میکنند که در اولی غروبی آفتاب است. اما بجز فرقه های قبوری. پس این بود که ما باید به این منهج پیامبر صلی الله علیه و سلم خبر داده پیروی بکنیم. حتی وقت نماز معروف است کان یصلی المغرب اذا غربت الشمس و توارت بالحجاب. امام جماعت روایت کردند بجز نسائی، یعنی امام بخاری و مسلم و غیره. پیامبر صلی الله علیه و وقتی که آفتاب می نشست نماز مغرب رو در اول وقتش میخوندن. امام شوکانی میگن که این حدیث دلالت میکند که وقتی که آفتاب نشست وقتی نماز مغرب شد و وقتی دهان کشودن البته که به وجود آمد. با همین اکتفا میکنیم و از شما خواهش میکنیم که از طالب علم هایی که رافضه هست از اونها دور بشوید که دنیا و آخرت شما را میسوزاند و از صوفی های گمراه هم دور بشوید که دنیا و آخرت شما را میسوزانند. بارک الله فیکم و حیاکم الله و بیاکم.